از جانم ای رفته از جانم. بابا باری کلا به این جامعه. صبح و خوردن صبحانه بیرون، اونم صبح جمعه باشه تو خونه بشینی و صبحانه بخوری خیلی لذت بخش نیست. تا الان هم هیچ صدایی نمیومد تا موقعی که من خواستم ویدیو بگیرم. بریم با هم دیگه صبحانه‌ای بزنیم، جای همگیتون خالی. علی آقا کوچولو یکی از صبحانه‌های جذاب خیابون ولیعصر. بریم با هم دیگه صبحانه رو بزنیم و بعدش هم حرکت کنیم به سمت بازار خلازیر. ترافیک بسیار سنگینی بود و من چون ساعت 11 رسیدم به اینجا جای پارکی وجود نداشت. مجبور شدم که کیلومترها اونورتر ماشین رو پارک کنم. دیدیم به بازار خلازیر یا بازار دست دو فروش ها. بریم با هم دیگه این بازار رو ببینیم. این بازار در قدیم معروف بود به شیطان بازار که حالا به همت شهرداری تهران همه اینها با هم دیگه تجمیع شده و شده بازار دست دو فروش ها. میگن چیزهای جالبی توش پیدا میشه. ضلع جنوبی میدون سهیل. سر و شکل بازار خلازیر مثل گذشته نیست. حداقل ظاهر شباهتی به شیطون بازار سابق نداره و پیکره کرکره‌هایی که براش ساختن روی تابلو بزرگ سردرش با حرف درشت نوشته بود بزرگترین مرکز خرید و فروش کالای دست دوم. حالا سلام چشم خوبی؟ هستیم اومدم اونجایی که گفتی. خب به غرفه رسیدم که مرد میان سالی در حال مرتب کردن سکه های فلزی بود و برام سوال شد. ازش پرسیدم که آجا این سکه 25 فروشیه؟ بله. چند؟ دونه 50. 25 رو دیدین؟ سوال کردم گفتم دونه چند؟ گفت دونه 50,000 تومان. حالا اگر 25 تومانی داریم بیارین اینجا بفروشین دیگه. دونه 50 تومن 25 تومانی قدیمی رو میخره. داوود جعفری رو همه کسبه اینجا میشناختن. جوونی که پس از 15 سال کار کردن در بازار خلازیر و خرید و فروش ابزارالات دست دو، این بازار آدم‌هاشو مثل کف دست میشناخت. از وقتی اینجا ساماندهی شده به عنوان نماینده پیمانکار در کانکس نگهبانی حضور داره. حواسش جمع امنیت این بازار بود، چون حرفه و هنری نداشت. مثل خیلی از بچه محلا همینجا مشغول شد. این سالا با زدن انگ سرقتی بودن کالاهای این بازار تصمیم بر جمع‌آوری بازار بود که نشد و بالاخره شیطان بازار تبدیل شد به بازار رسمی خلازیر. حاجی این نوکیا 6620 چند؟ آره کار میکنه؟ چرا 6620 پرسیدم گفتم چند؟ گفت 1 تومن. خلاصه اینکه باشون نمیزدم شاید کمترم میدن.
بعد خورده شب خواهد کجا بوده داشته باید او بازارا نورون نده هم بازار بخریم رو بسید خان پوله نه موبایل گوشی موبایل گوشی بیا بابا چی گوش کردی به خاطر سادگی ممنون تو نشنیدی داد میزدم درآمدن تو حواست به چمدونت بود اون از چشمای خسته که منم این شکست با همه صفا و پاکی با کسبه قدیمی این بازار که صحبت می‌کردم خیلی از زدن این غرفه‌ها راضی بودن، چرا که میگفتن در زمان قدیم‌تر سارق‌ها و خفتگیرها وقت و بی وقت آسایش کسبه و اهالی اینجا رو به هم می‌زدن. راستی این نکته رو هم باید بگم که بعضی از فروشنده های این غرفه‌ها زن‌ها هستن که از فروش کالای دست دو امرار معاش میکنن. Yeah.